سراینده و سرودخوان سببگار آمدن عذاب خداوند هستند. در روایت ترمذی آمده است که پیامبر خدا درود و رحمت خداوند بر او باد می‌فرماید در امت من خسف، قذف و مسخ خواهد بود، یعنی فرو رفتن زمین، باریدن سنگ از آسمان و تغییر چهره به بدترین شکل. یکی از مسلمانان پرسید که ای پیغمبر خدا، این حادثه ها کی رخ می‌دهند؟ پیامبر خدا درود و رحمت خداوند بر او باد فرمودند این سه عذاب خداوندی بر سر مردم زمانی خواهد آمد که زنان سراینده و نوازندگان اسباب موسیقی روی صحنه حیات ظاهر شوند و شراب نوشی ها عام گردد. روایت ترمذی. آمدن این گونه عذاب‌ها به این خاطر است که مردم به گناه و معصیت روی می‌آورند و زنان سراینده و نوازندگان اسباب موسیقی مورد احترام و توجه مردم قرار می‌گیرند. مگر چنین نیست؟